سلام، به کانال مامان فود خوش اومدین. امروز میخوام با همدیگه خاگینه مغزدار خوشمزه درست کنیم که واقعا طعمشون بی‌نظیره. پس با من همراه شو. اول از همه ظرفمون رو روی حرارت ملایم قرار میدیم که شربتمون رو درست کنیم. 1 لیوان شکر با 1 لیوان آب، 2 عدد دانه هل میندازیم داخلش. به موادمون 1 قاشق غذاخوری آب لیمو اضافه میکنیم. وقتی که به جوش اومد 1 قاشق غذاخوری زعفران دم کرده اضافه میکنیم. میذاریم که 2-3 دقیقه بجوشه و از روی حرارت برش میداریم. حالا بریم که مغز خاگینمون رو درست کنیم. ماهیتابمون رو روی حرارت ملایم قرار میدیم. 2 قاشق غذاخوری شکر داخلش میریزیم و 2 عدد هم سیب رنده شده اضافه میکنیم. به اضافه 50 گرم کره تفتش میدیم تا آب سیبمون کامل گرفته بشه. با حرارت ملایم تفتشون میدیم. نصف قاشق چایخوری پودر دارچین میزنیم و نصف لیوان گردوی خرد شده اضافه میکنیم. کمی هم میزنیم و از روی حرارت برمیداریم. فقط باید این نکته رو در نظر بگیرید که موادمون باید آبش کاملا گرفته شده باشه. 1 عدد تخم مرغ رو با 4 قاشق غذاخوری شکر مخلوط میکنیم. یک قاشق غذاخوری هم کره میزنیم، کمی مخلوط میکنیم و 1.5 لیوان آرد، بیکینگ پودر 1 قاشق چایخوری، ماست 1 قاشق غذاخوری، نصف قاشق چایخوری هم وانیل اضافه میکنیم. گلاب 2 قاشق غذاخوری، 1 قاشق چایخوری زعفران دم کرده. حالا شروع میکنیم به مخلوط کردن همه موادمون. مخلوط میکنیم و خمیرمون رو درست میکنیم. آبخوری خمیرمون هم بستگی به نوع و جنس آردمون داره. خمیرمون باید طوری باشه که نه شل باشه و نه سفت و به دستمون هم نچسبه. قالبمون رو با کمی روغن مایع چرب میکنیم. و از خمیرمون بر میداریم و داخل قالبمون میندازیم. وسطش رو کمی گود میکنیم تا از موادمون که درست کرده بودیم لابلای اون بذاریم. لطفاً عضو کانالمون بشید و برامون لایک و کامنت بذارید. از موادی که درست کرده بودیم لابلای خمیرمون اضافه میکنیم. و به این شکل دوباره با خمیر روش رو میپوشونیم. داخل فر از قبل گرم شده با حرارت 180 درجه به مدت 25 الی 30 دقیقه قرار میدیم. بعد از اینکه از فر در آوردیمشون میذاریم که کمی خنک بشن و داخل روغن کمی سرخشون میکنیم. کمی که روشون سرخ شد از روغن در میاریم و روی دستمال کاغذی قرار میدیم تا روغن اضافیشون گرفته بشه. و در آخر شربتی که درست کرده بودیم رو میذاریم که کاملا خنک بشه و کیکامون رو به این حالت داخل شربت قرار میدیم تا شربتمون جذب کیکا بشن. با پودر پسته یا نارگیل میتونید تزیینش کنید. اینم از خاگینه توپر و مغزدارمون که به ساده ترین روش ممکن درستش کردیم. این خاگینه خوشمزه رو درست کنید، نوش جان کنید و در قسمت کامنت ها برامون بنویسید که شما خاگینه رو چطور درست میکنید.